سلام و درود. صبحتون به خیر و شادی و برکت و عشق الهی باشه انشاءالله. بریم برای یک دعای خاص، یک دعای آرامش بخش و صحبت با خداوند. خدای عزیز من، میگذارم عشق تو تشنگی نیازهای برآورده نشده ام را سیراب کند. باشد که حفره دلم امروز درمان شود و شهد لطف تو جان هموار عاشقم را سیراب کند و من از نور پروراننده تو خوشنود و بهره‌مند شوم. پروردگارا، ای خدای مهربان من، میدانی که چقدر به رحمت تو امید بستم و چقدر آرام میشوم از اینکه تو و مهربانی و لطفت همیشه در جان و لحظاتم احساس می شود. حس داشتنت، حس بودنت، حس حضورت در تار و پود لحظاتم جاری است و چقدر با تو خوشبختم و چقدر با تو ای خدای مهربانم پر از آرامشم. خدای مهربانم، به حق عزتت یاریم کن که دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت بدهم. پروردگارا، به حق عزتت آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران کردند. خدایا، تو تنها کسی هستی که ارزش مرا می‌دانی، صلاح مرا می‌دانی، لیاقت و شایستگی مرا می‌دانی و همه اسرار زندگی من را می‌دانی و آگاهی. از تو می‌خواهم مرا به آنچه برایم بهتر است هدایت کنی. خدای جان، روزم به خیر از داشتنت، راهم را روشن کن، ذهنم را آرام، ای که عشقت پناه آخرم، ای که نامت امید و ایمانم. روزم به خیر از داشتنت خدای جان. امروز دلم را پر از محبت، دستهایم را پر از بخشندگی، لحظه هایم را پر از آرامش و خانه ام را پر از حس خوشبختی کن. الهی که آمین.